روز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده در گرد کعبه و طواف کردن شروع کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم طواف رو شروع کردند، مشرکای قریش در حتیم جمع شده بودند. حتیم همون موضعی که ناپوره ماند بنیادش، پولی حلال نیافتن، حالا کشاد ایستاده است. از همون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 35 ساله بودن همین خیل ساخته بودن تا حالا همین شکل ایستاده است. و الا حضرت ابراهیم وقتی کعبه رو ساختن، کعبه درازتر بود، به این جاها پولی قریشی ها نرسیده بود. همونجا در آمدن، اونجا داخلی کعبه، در داخلی کعبه ایستاده پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مسخره میکردن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم طواف یکم رو از نزدشون گذاشتن، ساحر مجنون، ساحر مجنون، دیوانه سحرگر، دیوانه سحرگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرفشون نظر نکردن، آرام طوافشون رو ادامه دادن. دور دویم همین خیل، سحرگر، جادوگر. وقتی به نزدشون می آمدن، باری سیوم همین خیل. بعضی مورخا باری سیوم وقتی که مسخره کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادن. میگن بعضی مورخا میگن که باری هفتم، وقتی که مسخره های آنها زیاد شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادن و با تمام جسدی مبارکشون به طرف آنها نظر کردن. سپس گفتن که یا معشر قریش لقد جئتكم بالذبح. ای معشری قریش، ای جماعت قریش، من اصلا برای ذبح کردن شما آمدگی هستم. اصلا من برای سری شما را از تنتون جدا کردن آمدگی هستم. ای ابوالقاسم، ابوالقاسم، این کارها جهالت به تو نمیزیبد، این عادتی تو نیست، این اخلاقی. اونو میترسیدن. اونها هر سخنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند از وی میترسیدن. برای چی؟ برای اون که در مدت 40 سال ما جربنا علیک الکذب، ما یگان بار گپی دروغ را از تو تجربه نکردیم. بنابراین پسری عمکشان، پسری ابولهب، داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم را با لباسشان فشرد گلویشان را و به پیامبر صلی الله علیه و سلم توف کرد. لیکن توفی او به پیامبر صلی الله علیه و سلم نرسید. آمد قاعده فیزیکی خود را ویران کرده به زمین افتید. لیکن به هر حال این عمل خودش که کفر، کافر است، با این عملش نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر است. غیر از این دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرش بود، طلاق داد برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، ای الله سگی از سگهایت را بر بالای این سلطان کن، یعنی اینو در زیر یک سگی از سگهات قرار ده. بعد این دعا دیگه به کوچه نمی برآمد، به خارجی مکه نمی برآمد، برای اینکه در مکه سگ نبود. به سفر 10 سال سفر نکرد. میگفت که محمد دروغ نمیگوید. ببینه یک دشمنی الله، یک پسری دشمنی الله هست، لیکن میگفت که محمد دروغ نمیگفت. بنابراین سفرهاش هم قطع کرد. بعد اینکه مهلت گذشت، 10 سال گذشت، یار و دوستانش سفری شام کردن، سفری تجارت، گفتن که ما تو رو میگیریم. وقتی که در اونجا با فر آمدیم استراحت کردیم، تو رو در مابین میمانیم تا اینکه یک سگم اگر بیاید اول بیرونی حلقه را میگذد، اونهایی که در اطراف از تو رو نمیرسد. وقتی که سفری شام کرد، ناگاه یک شب یک شیر آمد، نه سگ، یک شیر آمد و به بین حلقه در آمده خودی همان را گرفته بیرون برآورده، پاره پاره کرده خورد. بنابراین قریشی ها این عادت ها را میدانستند. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله این سخن را گفتند، همشون ای ابوالقاسم، یعنی ما از تو این خیل یعنی اخلاق را ندیدیم، تو یک شخصی بصبر هستی، آرام هستی. گفته خلاصه ملایم شدن.